بنده سال 2022 فرزندمان در فاکولته شرقشناسی دانشگاه دولتی خوجند با نام اکادمیک باباجان غفوروف تحصیل میکرد. با دعوتمان اجابه نمود و به عسکری به قواهای مسلح پیوست. با تقدیر خداوند برای حمایت وطن برای حمایت مرزبو برای وطن و ملت برای حمایت مرزبوم جانش را فدا کرد. صحبت کردن محترم جناب عالی مشکل تر است، چون که فرزند است، نور چشم است، میوه دل انسان است. اما من با آن فخر میکنم که فرزند برای وطن، برای ملت، برای کشور جان جایش را خدای تعالی جنت گرداند. فقط مرا همین تسلیت میدهد که محترم جناب عالی جوانمردانه، شرفمندانه با نام نیک از این دنیا رفت، نه به مانند آن جوانهای گمراهی که در خارج کشور در وطنهای بیگانه برای منفعتهای دیگر قوم جان داده ایستادند. از این تأسف میکنم و بسیار افسوس میخورم و برای شما محترم جناب عالی همچون خادم دین وعده میدهیم که باز از این سخنهای پرمحتوای شما خیلی نتیجه ها گرفتیم و باز خدمت و مسئولیت خود را دوچند میکنیم و برای شما در این مسئولیت بزرگ که راهبری دولت ما را دارید موفقیت، مظفریت ها از خداوند خواهیم. جماعت دیات وارخ 3-4 سال آخر است که در جمهوری یک اولین شده نقشه دعوت به صف قوای مسلح را اجرا میکنند، مثل ولایت مختار کوهستانی بدخشان. احسن، آفرین. من میفهمم، تعزیه ما را قبول کنید.